رژیم ایران و اپوزیسیون فارس، سیاست مشترک در قبال آذربایجان جنوبی. اپوزیسیون فارس با طیف‌های فکری و ایدئولوژیک متفاوت انتقادهای بجایی از سیاست داخلی و خارجی رژیم ایران داشتند، اما با نگاهی دقیق‌تر به موضع‌گیری سیاسی آنها در سالهای پس از انقلاب 57 میتوان به وضوح دید که در مسائل بنیادین همچون دموکراسی و حقوق اتنیکا تفاوت چندانی در موضع‌گیری‌های رژیم ایران و اپوزیسیون فارس وجود ندارد. اصرار به تحریف تاریخ و فرهنگ ملل غیر فارس و تلاش برای نابودی زبان آنها و مقدس جلوه دادن زبان فارسی وجهه مشترک رژیم فعلی و اپوزیسیون فارس می باشد که نشان از عدم پختگی و درک درست از حقایق موجود در جهان امروز نزد اپوزیسیون فارس از چپگراترین تا راستگراترین آنهاست. لازمه رسیدن به هدف غیر اخلاقی مذکور تداوم سیاست تبعیض سیستماتیک اقتصادی و توجه ویژه به مناطق مرکزی جغرافیایی ایران است تا بتواند زمینه لازم را برای توسعه فرهنگی و همچنین مدرن و متمدن جلوه دادن فارس زبانان و در مقابل عقب مانده سنتی و بدوی جلوه دادن غیر فارس زبانان فراهم کند، چرا که امروزه جامعه شناسان تاکید دارند که برای حفظ و ارتقاء سطح فرهنگی، صیانت و حفظ فرهنگ‌ها و سنت‌ها، توسعه اقتصادی امری ضروری است و جامعه‌ای که نتواند از لحاظ اقتصادی توسعه پیدا کند، توانایی حفظ فرهنگ و داشته‌های تاریخی خود را نخواهد داشت. همچنین عدم توسعه اقتصادی و برقراری اقتصاد سنتی در یک جامعه از منظر روانشناسان اجتماعی بسیار اهمیت دارد. فقر و عدم توسعه اقتصاد که نمود آن را در بی‌قواره بودن شهرها و روستاها و عدم وجود امکانات زیربنایی میتوان دید، باعث می شود تا انسانها به طور ناخودآگاه مردمان آن جامعه را دارای فرهنگی بدوی و بدون تاریخ و مشاهیر قلمداد کنند. این مسئله می تواند به سیاست تحقیر ملل غیر فارس و از خود بیگانه سازی آنها کمک کند. بنابراین هم رژیم ایران و هم اپوزیسیون از این مسئله آگاه بوده و سیاست مشترکی را در داخل جغرافیای ایران دنبال می کنند، چرا که لازمه رسیدن به هدفهایی همچون یک کشور، یک ملت، یک زبان، نابودی زبانها، تاریخ و فرهنگ ملل غیر فارس است و این راه تنها با نابودی اقتصاد آنها هموار خواهد شد. در این راستا می توان به همراهی اپوزیسیون فارس در حمله رسانه‌ای به قیام سال 1385 و تظاهرات اخیر در محکومیت ارسال سلاح به ارمنستان اشاره کرد. در سال 1385 ملت ترک آذربایجان جنوبی بابت توهین ارگان رسمی دولت به میلیون‌ها انسان اعتراضات به حقی داشتند و اگرچه عدم همدردی، مخالفت و پانتورک خطاب کردن معترضین هیچ توجیهی نداشت، اپوزیسیون فارس و رسانه‌های وابسته به آنها از حمایت از سرکوب و قتل ملت ترک در شهرها و روستاهای آذربایجان جنوبی ابایی نداشته و تمام قد در کنار رژیم ایستادند. آنها همچنین در اعتراضات اخیر نیز با وجود علم به حقانیت آذربایجان شمالی و علنی بودن حمایت رژیم ایران از ارمنستان اشغالگر، باز هم در کنار رژیم بر علیه ملت ترک ایستادند. علاوه بر این، هم رژیم ایران و هم اپوزیسیون فارس اسب فترواهایی در داخل آذربایجان جنوبی ایجاد کردند تا بتوانند خواستهای به حق و مدنی را در آذربایجان به انحراف کشانده و یا سرکوب کنند و به هیچ وجه در همکاری با نهادهای امنیتی رژیم در مسئله آذربایجان جنوبی ابایی نداشته و ندارند. در سیاست خارجی نیز هرچند اپوزیسیون فارس مخالف دخالت رژیم در مسائل سوریه و عراق است، اما آنها به هیچ وجه مخالف دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و فتنه‌گری در منطقه نیستند، بلکه اختلاف رژیم ایران و اپوزیسیون فارس تنها محدود به این است که جانب چه گروهی را باید گرفت. نمونه این موضع‌گیری را در عملیات آزادسازی قره‌باغ
به وضوح میتوان دید که اپوزیسیون فارس و رژیم ایران چگونه در یک صف ایستاده و نه تنها هیچ اعتراضی به ارسال سلاح توسط رژیم ایران به ارمنستان اشغالگر نکردند، بلکه با صرف هزینه و وقت بسیار سعی در تطهیر ارمنستان و بایکوت خبری ارسال سلاح به این کشور را داشتند. اگر این سلاح‌ها در روز روشن به سمت عراق و سوریه حمل می‌شد، آیا این رسانه‌ها و اپوزیسیون فارس روزه سکوت می‌گرفتند؟ اگر اعتراضات اخیر در مورد دخالت رژیم ایران در سوریه بود، باز هم معترضان را پانتورک و فتنه‌گر خطاب می‌کردند؟ جالب است وقتی موضوع ملت ترک در میان باشد، هیچ تفاوتی بین موضع‌گیری سیاست خارجی رژیم ایران و اپوزیسیون فارس وجود ندارد. با نگاهی به رسانه‌ها و نشریات هر دوی اینها به راحتی میتوان پی به شدت ناراحتی آنها از روند آزادسازی قره‌باغ برد، چرا که آنها توان کمک بیشتر به ارمنستان را در میدان عمل نداشته و از شدت عصبانیت و ناراحتی از تیترهای مغرضانه و اسامی جعلی برای قره‌باغ و حتی کشور آذربایجان شمالی استفاده می‌کنند. غافل از اینکه نفرت پراکنی آنها کمکی به ادامه اشغال قره‌باغ نخواهد کرد و تنها پرده از چهره واقعی آنها نزد ملت ترک و جامعه جهانی برخواهد داشت. در مورد بیخردی اپوزیسیون فارس و عدم مشروعیت آنها برای اداره جامعه همینقدر کافی است که بگوییم آنها در کنار رژیم از کشوری حمایت می‌کنند که یکی از عوامل بقای رژیم ایران است. حمایت از ارمنستان توسط رژیم ایران که برای دور زدن تحریم‌ها بسیار به آنها کمک کرده قابل درک است، ولی حمایت اپوزیسیون فارس از ارمنستان و ایستادن در کنار رژیم ایران تنها میتواند به دلیل تنفر آنها از ملت ترک و تلاش برای تضعیف آنها باشد. بنابراین ادعای اینکه اپوزیسیون فارس بتواند تغییری ایجاد نماید که عدالت در چارچوب جغرافیای ایران برقرار شود ادعایی پوچ است، چرا که چهره حقیقی اپوزیسیون فارس و افکار راسیستی آنها هر روز بیشتر نمایان می شود و به قول معروف سالی که نکوست از بهارش پیداست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که رژیم ایران و اپوزیسیون فارس عملاً هیچ تفاوتی با یکدیگر در زمینه سیاست داخلی و خارجی نداشته و این درد تنها با سقوط رژیم فعلی مداوا نخواهد شد، بلکه تدبیری لازم است تا مشکلات ملت ترک آذربایجان جنوبی به شکلی ریشه‌ای حل شود و آن تدبیر نگفتن به هر دوی رژیم ایران و اپوزیسیون فارس و تشکیل کشوری مستقل و قدرتمند است که بتواند حافظ اقتصاد، تاریخ، فرهنگ، زبان و به طور کلی منافع ملی در آذربایجان جنوبی باشد.